توهین کار درستی نیست. من نمیدونم از کجا شما متوجه شدید که من رابطم با خوب نیست. خجالت بکشید. آبرو ندارید شما. چی ازتون کم میشه؟ فکر می‌کردم به من لقب عمو داده بودن. فکر می‌کردم من عموشونم. بهم گفتن عمو جان، عمو جانی، عمو جانی. سلام، درود به شما یاران با وفا، به شما فرق شیعای عزیز، درود بیکران، تبریک به همتون. ما امروز ماهی مشاهده بفرمایید. بله، همونطور که میبینید ما 100 کایی شدیم. 100 کا. بله، تشویق کنید. باریکلا 100 کا. 100 کا. 100 تا 100 تا کا. 100 تا 100 تا 100 تا در 100 تا تشویق 100 تایی شدیم. 100 تایی. یادتونه همین چند وقت پیش رو تصاویری که یادتونه از اولش صحبت کردم گفتم یادتونه یه تحولی رو بقیه ایجاد کرد که همون گروه 15 نفره بود، گروه دوستان آشنایان. فقط در عرض 6 ماه شد 19 نفر. 19 نفر. وای خدا 19 نفر. میدونی یعنی چی؟ 4 نفر تو 60-70% افزایش. چطور این همه پیشرفت ممکنه توی این مدت کوتاه؟ میدونید از اونجا رسیدم به اینجا یعنی چی؟ اون تعداد یهو بشه 100 تا. میدونید میشه چند درصد؟ چند درصد؟ 60%. بازم 60% چیشون نمیشه که. خب به افتخار این حجم عظیم حمایت از طرف خودم و همکارانم وظیفه‌مو میدونم که به همتون بگم ازتون متشکریم. من و همکارانم توی این مدت مدیون تک تک حرفایی هستیم که به شما زدم و به خودم میبالم بابت همه کمالات خودم. به همه اون عزیزانی که ما رو لایک کردن، سابسکرایب کردن، کامنت گذاشتن، فالو بک دادن، بعد بهتون بگم لایک بک. و همه اون عزیزانی که توی این مدت این کار رو نکردن، بعد بهتون بگم که خجالت بکشید. آبرو ندارید شما. چی ازتون کم میشه؟ یه انگشت دیگه ببینید، یه انگشت بزنید لایک کنید. چی ازتون کم میشه؟ من چیکار دیگه باید بکنم؟ این همه بالا پایین میپرم، این همه دلقک بازی و میمون بازی در میارم، دریای علمم و اقیانوس فضائلم و رایگان مجانی در اختیار شما قرار گذاشتم. اون وقت تو پوفیوز یه لایک نمیکنی، یه کامنت نمیذاری، میمیری یه فالو بک بکنی. خاک تو سر بی‌شرفت کنم طول سگ. بله، همونطور که میگفتم توی کامنت ها دوستان به من خیلی لطف داشتن، محبت داشتن و من رو با کامنتاشون مورد نوازش قرار داده بودن. به نور رخسار من اشاره کرده بودن. همونطور که میدونید نور رخساره خبر میدهد از سر درون. دیگه دست من نیست دیگه. حالا به دوستانمون میگم توی تدوین زحمت بکشن، یه لطفی بکنن، یه مقدار نور رو کم بکنن که چشمای نازنین شما اذیت نشه. چیکار کنیم دیگه؟ سر درونه، سر بیرون که نیست. دست منم نیست. چیکارش میشه کرد؟ توی این مدت خیلی از مریدان به استادشون لطف داشتن و خیلی احساس صمیمیت کردن باهاش. فکر میکردم به من لقب عمو داده بودن. فکر میکردم من عموشونم. بهم گفتن عمو جان، عمو جانی، عمو جانی. عمو قربونتون بره. شما هم دختر عمو جانی، پسر عمو جانی هستید. بله، خیلی متشکرم. به من گفته بودن که عمو تو هر شغلی که هستی موفق باشی ان شاءالله. من ممنونم، تشکر میکنم، ولی من تا اونجا که فضانورد لوله کش اینا نبودم. به هر حال خیلی ممنونم. یه سری دیگه از دوستان به صورت دایرکت خیلی به خانواده من لطف داشتن، حتی توی کامنت ها هم بود. ولی من یه گله هم دارم این وسط بابت همه اون کسایی که گفته بودن من به عمم سلام برسونم. فکر کردید غیر مستقیم صحبت بکنید دکتر متوجه نمیشه؟ دوستان، توهین کار درستی نیست. من نمیدونم از کجا شما متوجه شدید که من رابطم با عمم خوب نیست. من به عمم سلام نمیرسونم. دیگه این حرف رو به من نزنید. من اصلا عمم رو رها کردم. دیگه هیچ ارتباط، شاید بعدا اصلا توضیح دادم، من ایشون طرد کردم. آقا من اصلا عمه‌ای ندارم. من به ایشون سلام نمیرسونم. هر چی هم میخواید بگید. بله، و با همه این اوصاف از همه کامنتاتون خیلی ممنونم. لطف کنید بازم برام کامنت بذارید، ازم تعریف کنید، تمجید کنید تا منو خوشحال بکنید، خودتونم خوشحال بشید و هی این
فالو کنید، سابسکرایب بکنید، لایک کنید تا با همدیگه بتونیم پیشرفت بکنیم، این مسیر رو ادامه بدیم تا بتونیم در کنار همدیگه تو مسیر این پیشرفت موفقیت کسب کنیم و پول در بیاریم، یعنی با هم پول در بیاریم و حسابی سود ببریم. حتما پس برید ویدیوهای قبلی دکتر بهادر رو اینجا، شاید هم اینجا ببینید و تا آخرم ببینید و از آموزه های بی‌بدیل من یاد بگیرید و به بقیه هم آموزش بدید. دوستتون دارم. تا بعد. کات دیگه. حاجی اگه صدکایی بشیم نمیدونی چه حالی میده. حاجی صدکا اگه بشیم چه پولی در بیاریم، نه؟ نه چه بگم تو فارسی که اصلا این چیزا نیست دیگه. چطور؟ قطع کردم دیگه. تو فارسی که پول در نمیاد. یوتیوب فارسی؟ مگه ما یوتیوب فارسیم؟ خب خب بریم تو یوتیوب انگلیسی اگه پولش بیشتره. نمیشه تو فارسی حرف میزنیم تو انگلیسی چیکار کنیم؟ چرا نمیشه؟ نمیشه. بد شد که پول از کجا در بیاریم پس؟ حالا میگم خب من قرض گرفتم اینا رو دادم، همینطور ناهار و شام و دوربین و میکروفون و اینا همه رو میدن حتما میدن. کیا میدن؟ اونا میدن واقعا؟ نکنه ندن. چون میدن به خودم میدن؟ من میدم، من به تو میدم، تو برو به یکی دیگه بده. خدا رو شکر. چرخه رو حفظ میکنی. خدا رو شکر. حلزونی بریم تو هم. زیاد میدن؟ نه شما باید زیاد بدی. برعکس مثل هرم من نمیکشم. ها نمیکشم اونقدر بخوام. چه بدی؟ پول بده.